اقتصاد پیشتاز گزارش می‌دهد. دولت رسیده به نقطه‌ای که برای بحث بنزین چاره‌ای جز افزایش قیمت نرخ بنزین نداره. حالا ما به ریش‌های این بخوایم بپردازیم مثنوی 70 من میشه حالا و تو این فرصت کوتاه نمی‌گنجه، ولی الان بخوایم به این وضعیت حال حاضر رو بهش بپردازیم، دولت الان بنزینی که داره تهیه میکنه به نرخ فوب خلیج فارسش بخوایم حساب کنیم بین 55 تا 60 سنت داره هر لیتر بنزین رو خریداری میکنه. حتی از شرکت‌های خصوصی داخلی هم که داره بنزین خریداری میکنه به نرخ فوب فجیره داره نرخ گذاری میکنه که خود ما به عنوان یکی از تولید کنندگان بنزین تولیدیمون رو الان 60 سنت 65 سنت داریم به دولت میفروشیم و این بنزین 65 سنتی رو دولت داره بخشیش رو با قیمت 1500 تومان و بخشش رو با قیمت 3000 تومان در اختیار مصرف کننده و مردم قرار میذاره. این ظاهر قضیه است. خب هیچ منطقی اینو نمیپذیره که هر لیتر بنزین از هر لیتر آب معدنی بخواد ارزون تر باشه و این به عنوان یک کالای ارزون قیمت، کالا که ارزشش میاد پایین قیمتش ارزون میشه، مردم براش اهمیت قائل نمیشن. به عنوان یک کالای چیپ ارزون قیمت برای مصرفش خیلی فکری نمیکنن و براشون مهم نیست و تلفاتش زیاد میشه. اما این همش برمیگرده به سیاست گذاری دولت. میخوای قیمت رو زیاد کنی، اوکی، قیمت رو زیاد کن، منطق هم میگه این کارو بکن، شرایط اقتصادت هم میگه این کارو بکن، قیمت بنزین رو آزاد کن، به قیمت خوب بده به مردم. اما آقای دولت، زیر ساختش و پیش شرطش رو برای مردم فراهم کن. شما در ظاهر داری بنزین رو به قیمت 3000 تومان یا 1500 تومان میدی به مردم، ولی در اصل شما کل این قیمت بنزینی که یک خودرو در طی طول عمرش میخواد مصرف کنی، یک جا در روزی که این خودرو وارد شده یا از شرکت ایران خودرو و سایپا مردم رفتن خودرو خریدن، روی اون قیمت خودرو یک جا از جیب مردم گرفتی. وقتی خودرویی که خارجی که قیمتش 2 میلیارد هست، با این تعرفه‌هایی که گذاشتی، با این نحوه وارداتی که گذاشتی، مردم دارن با قیمت 6 میلیارد و 7 میلیارد و 10 میلیارد تهیه میکنن، این تفاوت قیمته چیکارش کردی؟ اون قیمت بنزینه که یک جا روز اول از جیب مردم در آوردی دیگه. شما قیمت بنزین رو از مردم گرفتی، ولی الان یه منت هم سرشون میذاره میگی دارم قیمت بنزین رو به قیمت ارزون بهتون میفروشم. خیر، وقتی ایران خودرو سایپا خودروهای بیکیفیت آشغال داره میده دست مردم با مصرف سوخت 10% و 12%، چه انتظاری از مردم داری؟ وقتی ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده و قدیمی و کمتر از نیاز مردم وجود داره توی کشور، من الان میخوام خودرومو بذارم کنار، از ناوگان عمومی استفاده بکنم. تاکسی به اندازه کافی وجود داره، واگن مترو به اندازه کافی وجود داره، اتوبوس به اندازه کافی وجود داره که من بتونم اینو استفاده بکنم. تازه توی تهرانش ما با این مشکل مواجهیم. توی شهرستان ها که اصلا خیلی از شهرستان های ما حتی ناوگان اتوبوس ندارن، ناوگان تاکسی ندارن. اونا میخوان چیکار بکنن؟ خب مجبور از خودروی شخصی استفاده بکنه. آقای دولت، میخوای قیمت بنزین رو افزایش بدی، همزمان با قیمت بنزین واردات خودرو رو آزاد بکن. مردم وقتی بتونن خودروی تویوتا رو به قیمت 1 میلیارد 2 میلیارد بخرن، بتونن خودروی ژاپنی، کره‌ای، اروپایی با قیمت 1 میلیارد 2 میلیارد مثل کشورهای عربی، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل آذربایجان بتونن به قیمت واقعی خودروی کم مصرف با 3% مصرف سوخت بخرن، اون موقع حاضرن بابت بنزینش به قیمت نرخ فوب خلیج فارس پرداخت بکنن. بذار خودرو رو ارزون بخره، خودروی کم مصرف بخره، پول سوختش هم حاضر بده. اونی هم که حاضر نیست پول سوختش رو بده، سیستم حمل و نقل عمومی رو براش افزایش بده، دسترسی به سیستم حمل و نقل و ناوگان عمومی بهبود پیدا بکنه. اون موقع خودش تصمیم میگیره که آیا بیاد بنزین 60-70 هزار تومانی بریزه تو باک اون خودروی کم مصرفش استفاده بکنه یا بره از سرویس
خدمات و حمل و نقل عمومی استفاده بکنه. قیمت بنزین رو افزایش بده، اما همزمان با اون زیرساختش و بی‌شرطاش هم باید رعایت بشه، وگرنه این خودش میشه یک عدم تعادل و ناترازی که اعتراضات بسیاری رو قطعا در پیش خواهد داشت.